آه آدمی زاد، مسافر خسته امواج، پینه های اندیشت را مرهمی باید. آه آدمی زاد، مبارک بادت تخیل، تفکر، مبارک بادت مبارزه بی پایان. بوی گندم. زود زود دلت تنگ میشه برام؟ با من ازدواج میکنی؟ کی؟ خدا گندم. بوی گندم. تو از کجا پیدا شدی خوبی هوا؟ بودنم کنار تو دیگه برام بایده. خلیج فارس خلیج ماست، از آغاز زمین اینجاست، همیشه فارس میمونه تا خون توی رگای ما. چرا مامان که رفت ما شکار شدیم؟ دیگه شکار چی نبود؟ بعد مامانت من هیچکی رو نداشتم. این بلا تکلیفی یه نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بذاریش. یه کاش میتونستی پرواز کنی. عرفان ستاره من بود، باورم بود، خود من بود. گفتی پرواز کن نزدیک ببرمت اون دنیا. بوی گندم. یه چیزی برات گرفتم که بهت نمیگم. میخوام ذوق کنی. خنده چشات حالم خوب میکنه. آتش کده توی نگاهت، غرق آتیشن یه عالم، یشم و مروارید تو لبخندت یکی چیزی ارزش اشکاتو نداره. بوی گندم. دیگه دوستم ندارم. واسه بودن تازرم هیچکی نباشه. خب اگه ازم دلخوری بهم بگو، با هم حرف بزن. تو نمیتونی اینطوری ادامه بدی. پس راستی شاعر، رفیق، مهم. میدونم چرا من همیشه از این شلواره خوشم میومد. منم همیشه از تو خوشم میومد. یه کاش بابام بود. دلتنگم پدر، از پاییز نبود تا بغض خلیج، از حسرت باریدن اسمت تا بهار قسمت به آتش و آب و خاک. برای پدرم که خلیج فارس تمامش را پس نداد. یه روز مال من. مصطفی زمانی. بهشون بگو با من قهر نکرد. الناز شاکردوست. بعد با هم حرف بزن. رضا یزدانی. علی اوسیبند. رضا توکلی. نسیم فطرت. خون داره تو هنجرم میسوزه. و پولاد کیمیایی. بوی گندم. مدیر فیلمبرداری محمد رضا سکوت. تهیه کننده داریوش بابایان. اثری جاودانه بر پهنه خلیج همیشه فارس. بوی گندم. کارگردان محمد رضا خاکی. به زودی در این سینما.